سلام. سلام خوبه؟ خسته نباشید. سلامتی؟ حالتون خوبه؟ آقا فردا خبر داری؟ بله، این جریان اتفاقی که رخ داده، بله، نزدیک به حدوداً 100 نفر دختر شهید شدن، داخل مدرسه بودن و واقعا من خیلی ناراحت شدم از این اتفاق و امیدوارم که دیگه هیچ جایی از این دنیا این اتفاق نیفته. واقعا ناراحت شدم و اینترنت هم که خیلی ضعیف شده و معلوم نیست جواب بده نده. الان درگیری ها هست، داخل تلویزیون هم مشاهده میکنن بینندگان که همه جا را همچنین خدا به خانوادش. والا فعلا چیزی که معلومه در حال جنگ شدید و بمباران شدیدن. خدا به خانواده اون بچه ها صبر بده. خیلی واقعا جای تأسف داره. بله، به نظر من تا ثانیه خودمون که داخل روستاییم و جای دور افتاده، ولی بیچارهایی که داخل شهرن و اینا خیلی جای ترس و اضطراب وجود داره.